سلام، این اولین کار من بود که در سال 2021 رفت داخل مجله و توسط خانم ادا اژه پوشیده شد. میخوام از حس و حالش براتون بگم که چه حس عجیبی داشت. این حس و کسایی میفهمن که کارشون رو از صفر شروع کردن و کارشون به ثمره نشسته. من نفهمیدم توی این پرواز که نشسته بودم وقتی که این عکس رو برام فرستادن چی جوری به مقصد رسیدم. هنوز باورم نمیشه وقتی که این مجله رو باز میکنم و این عکس رو میگیرم، حس و حالم هنوز تازگی داره، هنوز موهای تنم سیخ میشه. به خاطر اینکه درسته که من خیلی برای این لباس زحمت کشیدم، پارچه اصلیشو از ایتالیا آوردم، قسمت تافت مویرش رو از نیویورک آوردم، باز با این حال وقتی که دیدم که توسط یک بازیگر محبوب و معروف پوشیده شده، برام دنیا ارزش داشت. راستی دلم نیومد که این دامن رو بهتون نشون ندم، چون که توسط ایشون تو فیلم سیب ممنوعه پوشیده شده بود. واقعا این حسی رو که داشتم برای تک تکتون از صمیم قلبم آرزو میکنم.